از روی تعیینات امر ضروری است. متاسفانه در برخی مورد در بعضی شهر و ناحیه‌های مملکت زمین مؤسسه‌های تعلیمی از جانب شخصان علاهیده به طور غیر قانونی استفاده می شود. چنین حالت در ولایت سوخت از جانب مقامات دخلدار ساحه آشکار گردیده برای برطرف نمودن این کمبود چاره‌های دخلدار عملی گردید. در جمهوری تاجیکستان زمین مالکیت استثنایی دولت بوده. دولت استفاده ثمرناک آن را به منفعت خلق کفالت می‌دهد. برای خودسرانه غصب نمودن قطعه زمین به خصوص قطعه زمینی مؤسسه‌های تعلیمی و ساختمان غیرقانونی انشاءات در آنها طبق قانونگذاری جوابگری جنایتی پیش بینی گردیده است. با مقصد تامین ولایت قانون در این سمت آشکار کردن دلایل استفاده غیرقانونی و خودسرانه غصب نمودن قطعه‌های زمینی حدودی مؤسسه‌های تعلیمی در شهر و ناحیه‌های مملکت فعالیت گسترده گروهی کاری نهادهای حفظ حقوق و ساختارهای صلاحیت‌دار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ادامه داشته سنجش‌ها گذرانده شده ایستادند. در نتیجه سنجش از طرف گروهی کاری در ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ناحیه اشت ولایت سوخت دو حالت غیر قانونی استفاده نمودن قطعه زمینی مؤسسه‌های ساحه معارف در مساحت 0.12 گکتار آشکار گردید. چنانچه ساکنی دهه خیچوردوی جماعت دهاتی قربان علی گدالیوی ناحیه روشقلعه قشقورов شیراز سال 2005 مساحت 0.6 گکتار قطعه زمینی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 ناحیه را با قرار سابق رئیس ناحیه غیر قانونی صاحب شده مورد استفاده قرار داده است. سال 2005 سابق رئیس ناحیه روشقلعه 6 سوتق زمین جدا کرده بود. در نتیجه سنجش گروه کاری پروکراتورای ناحیه روشقلعه معین کرده شد که این زمین به من غیر قانونی داده شده بود. بنابراین در اساس امر پروکراتورای ناحیه روشقلعه من این زمین رو با مکتب میانه رقم 9 برگرداندم. در نتیجه سنجش گروه کاری معلوم گردید که 6 سوتق زمین در نزد مؤسسه رقم 9 با قرار رئیس سابق برای شهروند قشقوربک دولت علی داده شده است. گروه کاری سنجش گذران معلوم گردید که غیر قانونی بوده است و با امر پروکرور ناحیه روشقلعه زمین 6 سوتق با مؤسسه رقم 9 برگردانده شد. در اساس اعتراض پروکراتورای ناحیه روشقلعه قرار و دیگر حجت‌های وابسته به خرید و فروش غیر قانونی زمین و انشاءات ساحه معارف بیکار کرده شدند. با قرار رئیس ناحیه قطعه زمینی از طرف قشقورov شیراز خودسرانه غصب گردیده به حالت اول برگردانده شده به توازن مؤسسه تعلیمی رقم 9 گذرانده شد. با قرار سابق رئیس ناحیه روشقلعه از 10 فوریه سال 2005 تحت رقم 11 به ساکن جماعت دهاتی قربانشاه گدالیوی ناحیه روشقلعه قشقورov برای ساختمان مغازه تجارتی با مساحت 6 سوتق قطعه زمین غیرقانونی جدا کرده شده است. از طرف پروکراتور برای بیکار نمودن قرار غیرقانونی اعتراض آورده شده. در اساس آن قرار سابق رئیس ناحیه بیکار کرده شده، زمین غیرقانونی داده شده با توازن مؤسسه تعلیمی رقم 9 ناحیه برگردانده شد. همزمان از طرف گروه کاری در ناحیه اشت ولایت سوخت نیز حالت خودسرانه غصب نمودن قطعه‌های زمینی نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 با مساحت عمومی 0.6 گکتار از طرف ساکنین جماعت شهرک شیدان قابلov منصور جان آشکار کرده شد. 6 سوتق زمینی که به مؤسسه داخل داشت و در هم گرفته همین برای استفاده بردن گرفته بود. لیکن امروز ماه مای سال 2023 از طرف کارمندان ارگان‌های ماموری با ما اومده فرمان داده شدن که این زمینی مکتب باید برگردانده شود به استفاده مکتب. دیواره که گرفتش مکتب کرده شده بود در اساس امر پروکرور ناحیه اشت میرا ویران کرده با مؤسسه برگردانده شد. زمین‌های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 جماعت شهرک شیدان از طرف قادرov منصور خودسرانه غصب کرده شده. در آن بناهای گوناگون یاری رسان بنیاد گردیده بود و با امر پروکراتور ناحیه اشت این زمین‌ها به حالت اوله برگردانده شده با توازن مؤسسه داخل گردیدند. در نتیجه گذراندن سنجش دلیل مذکور پورا آشکار گردیده از جانب پروکراتورای ناحیه اشت اعتراض تهیه و جهت برطرف سازی قانون ویرانکنی به مقامات حکومت دولتی ناحیه ارسال کرده شد. در اساس آن قطعه زمینی که از طرف قابلov منصور جان مورد استفاده غیر قانونی قرار داشت به حالت اوله برگردانده شده به توازن مؤسسه تعلیمی رقم 2 ناحیه گذرانده شد. در پروکراتورای ناحیه گروه کاری تأسیس داده شده رعایت و اجرای قانونگذاری زمین در مؤسسه‌های ساحه معارف مورد سنجش قرار داده شد. 15 حالت سالهای پیشین غیر قانونی جدا کردن و خودسرانه اشغال کردن قطعه‌های زمین در بعضی از مؤسسه‌های ساحه معارف در ناحیه
ошкор ва ба қайд гирифта шуданд. қитъаҳои замини солҳои пешин худсарона ишғол кардаи ин муассисаҳои таълимӣ ба ҳолати аввала баргардонда шуда ба мувозинати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф бозпас ворид карда шуданд. шаҳрвандоне ки ҳанӯз қитъаи замини назди муассисаҳои таълимиро ғайриқонунӣ истифода мебаранд ихтиёран бояд онро ба ҳолати аввала баргардонанд. дар акси ҳол нисбат ба онҳо тибқи қонунгузорӣ чораҳои дахлдор андешида мешавад. кӯдакон оянда